مردم ما در تاریخ از رضاخان تا امروز ثابت کردن دو چیز رو. یک، از مردم ایران شما نه ملیتش رو میتونید تاریخش رو بگیرید، پر افتخارش رو، نه به اصطلاح مذهبش رو شیعه‌ش رو میتونید ازشون بگیرید. و یه چیز دیگه هم ثابت کردند که به هیچ وجه زیر بار زور نمیرن. به ما دارید بله. آقای دکتر محمد رضا پهلوی خواست دین رو بگیره. شما تفکر شما میخواید از مردم ملیت بگیرن. شما دو تا فاسد رو میگید شما تو تلویزیون کارگری اوشین و جمونگ شناخته شده تر از نمیدونم آریو برزنگ و نمیدونم سورانا و از اولین زن دریادار دنیا که زن ایرانی بود که اسمش فراموش کردم، همین کوروش کبیر رو همه چی رو گرفتید که حتی علامه طباطبایی کوروش کبیر رو پیامبر میدونه. یک سریال برای تاریخ ایران درست نشد. اعراب ما رو کجا مسلمان یا ما رو دیندار کردن؟ ما مبعد بودیم. ما این مسجد جمعه اسلامی مبعد بودن مردم. ما زرتشت بودیم، ما کتاب داشتیم، ما مبعد بودیم، کافر نبودیم. اعراب کافر بود، پیامبر بزرگ، پیامبر رحمت اومد اینا رو از تباهش در آورد، از دخترکشی در آورد و همون اونا آمدن به ایران حمله کردن. اونم جنایت هم خودتون میدونید که در زمان چه اتفاقی افتاد. دومین شما تو صحبت من نگین دیگه، تذکر خودتون بود. آخرین مردم میخوان دزد نرن. مردم ثابت کردن زمان رضاخان و الان اگر چه نیت ناپاک رضاخان باشه در تو به برداشتن حجاب، چه نیت پاکی باشه که شما میخواهید اعمال بکنید، بحث چادر سر مردم بکنید، چون وسیله‌اش هر دو تا زوره، مردم زیر بار زور نخواهند. کی ما گفتیم چادر بزنید؟ آقای دکتر بحث چادر نه. آقای دکتر الان تو دادگستری کسی میخواد چرا جواب من نمیدید؟ آقای دکتر چرا جواب من نمیدید؟ آقا مجلس باید دزد بره یا نره؟ جواب شما فقط خودتون بگید. آقای بهمنش اجازه میدید؟ جناب